که اگر یک حاکم طبق دستور الله فیصله نکرد، آیا این حاکم و این نظام کافر هست یا کافر نیست؟ ببینید دوستان عزیز، فیصله نکردن طبق دستور الله 10 صورت داره، یک صورت نیه، 10 صورت داره که در 5 صورت انسان کافر میشه، در یک صورت انسان به جهنم میره، در 2 صورت انسان فاسق و ظالم میشه، در 2 صورت گناهکارم نمیشه. گناهکارم نمیشه، کافر که چی گناهکارم نمیشه. صورت اول، یک نفر طبق دستور الله فیصله نمونه، دستور الله قبول نداره، حکم قبول نداره، این نفر کافره. 2 حکم قبول داره ولی به این اعتقاده که دیگه حکم از حکم الله بهتره. حکم قبول داره ولی به این اعتقاده که دیگه حکم از حکم الله بهتره، این هم کافر میشه. 3 حکم الله قبول داره به این اعتقاده که دیگه حکم مساوی با حکم الله، بهترم نیه، تو مساوی با حکم الله، این هم کافر میشه. 4 حکم الله قبول داره به این اعتقاد هست که دیگه حکم از حکم الله بهتر نیه، دیگه حکم مساوی هم نیه، ولی میگه جواز داره به دیگه حکم فیصله بکنم، جواز داره، این هم کافر میشه. 5 حکم الله تبدیل منه. تبدیل یعنی یک قانون میگذاره که هر کس مرتکب همین جرم شد، هر کس که مرتکب همین جرم بشه طبق قانون الله فیصله نمونه، طبق این قانون خود فیصله منه. این تبدیل حکم میگن، به جای حکم الله یک قانون کلی در یک مملکت میگذاره، این هم چی میشه؟ کافر میشه. در این 5 صورت نفر کافر میشه. در یک صورت هست که انسان ظالمه، قاضی با کس مشکل شخصی داره، حکم الله قبول داره، هر کس میآید طبق حکم الله فیصله منه، ولی یک بینوا آمده خود از مشکل شخصی داره، چون مشکل شخصی داره به نفع این نفر فیصله نمنه، این ظالمه، کافر نیه، این چی میشه؟ ظالم میشه، این ظالمه. 3 رشوه میگیره، یفتو میره، رشوه میگیره، حکم الله قبول داره، هر کسی که بازو مراجعه منه طبق قانون الله فیصله منه، ولی از یک نفر رشوه میگیره، در یک مسئله جزئی طبق قانون فیصله نمنه، بخاطر که او پول داده، اینجا فاسقه. و من لم یکن بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، در اون 5 صورت. و من لم یکن بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، زمانی که مشکل شخصی داره. و من لم یکن بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، در زمانی که رشوه میگیره. این 7 قسم. قسم 8 از حکم خبر نداره، علم نداره، رفته قاضی شد، از حکم الله خبر نداره، چون بی خبره مخالف حکم الله فیصله کرده، این کافر نمیشه، منتها در جهنم داخل میشه، در جهنم میره، باز بعد مدت‌های بیرون میمونن، خب بسوزه، سشون کافر نمیشه، به جهنم میره ولی کافر نمیشه. این 8 قسم شد. قسم 9 به سر او زور منن، یعنی زور منه، یک قدرت هسته به او فشار میاره، مگه دهمی مسئله یا در هر مسئله طبق قانون فیصله کرده گردن تو میزنه. مثل که در زمان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مقولها به بعضی از ملاها میگفتن که فیصله نکن طبق قانون الله که تو رو میکشیم، با شیخ الاسلام رحمه الله فتوا کفر نرسادن نکرد. اکراه در حال اکراه، در حال زوره، به سر و فشاره، طبق قانون الله فیصله نمنه، این دیگه اکراه الله چی منه؟ عفو منه. این قسم 9. قسم 10 اینه که حکم رو به تأخیر مندازه، زنا کرده حال حکم رو جاری نمنه، مگذار شاهدا باشه، شرایط باشه، بر روی یک مصلحت شرعی قاضی به تأخیر مندازه، 1 ماه 2 ماه 3 ماه حکم رو به تأخیر مندازه، مصلحتی که در نزد خود قاضیه، مصلحت شرعی که در نزد خود حاکمه، حکم رو به تأخیر مندازه، در این صورت هم کافر نمیشه و گناهکار هم نمیشه. پس 10 صورت شد. سشونه بنابراین ما و شما دیگه از پیش خود همگی مفتی نشیم که در هر جا دیدیم که حکم تطبیق نشد در جا حکم صادر نکنیم که کافر شده، نگاه کنیم که این 10 صورت در کدام یک از این 10 صورت قرار داره، باز بعداً چی بکنیم؟ حکم صادر میشه. سشونه